ساحه تندرستی کشور در روزهای صاحب استقلالی مملکت سال تا سال رشد و نمو می کند. بنیاد مؤسسه‌های طبی و طبابتی، بیمارخانه‌های زمانوی، تشخیصگاه‌ها و مرکزهای سلامتی خودگواه آن است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ساحه تندرستی اهمیتی بزرگ می‌دهند. بیمارخانه کلینیکی ولایت سوات از زمره با نفوذترین بیمارخانه‌ها در مقیاس جمهوری تاجیکستان میباشد. این بار ما از یکی از شعبه‌های این بیمارخانه یعنی شعبه گوش و گلو و بینی بچگانه برایتان معلومات میدیم. در شعبه گوش و گلو و بینی بچگانه شرایط‌های زمانوی معاینه و طبابت و خدمت‌رسانی طبی فراهم آورده شده، نمودهای زیادی تشخیص، معالجه و خدمت‌رسانی‌های طبی پیش بینی گردیده. همه نمود معالجه بیماری‌های گوش و گلو و بینی و جراحی‌های آن وسیع به راه مانده شده است. شعبه گوش گلو و بینی کودکان در ولایت سوات با همه کودکان ولایت سوات خدمت‌رسانی بلند اختصاص را می‌گذراند. بر شعبه ما با بیماری‌های گوش گلو و بینی مراجعت می‌کنند که از طرف بیماری‌های گوش باشد این گزک شدید و مزمن گوش میانه، بیماری‌های جفت جاغ بالا یعنی گایمرید میگن، باز بیماری‌های گزک بادامک گلو میباشد که این در خلق همچون انگینه میباشد، هم مراجعت میکنند و یاری خود را گرفته میرند. طبیبان بیماری گوش و گلو و بینی شعبه بچگانه سرترددند، زیرا اکثر کودکان و نورسان با علت بیماری گوش و گلو و بینی بستری می شوند و اکثرا بیماری های گوش در کودکان هنگام زکام شدن خروج می کند و البته این بیماری خیلی خطرناک بوده، اکثرا با جراحی انجام می یابد. سبب اساسی بیماری گوش گلو و بینی سبب‌های اساسی آن سری وقت مراجعت نکردن والدین بیماران در وقتی پیدا شدن علامت‌های اولینی که در کودک میباشد، یعنی این درد گلو، بلند شدن حرارت بدن، درد گوش و پس شدن اشتیاب در بعضی کودکان میشد. سری وقت مراجعت نکردن به طبیبان عائلوی میباشد. در بین چنین بیماری کودکان خود را خیلی ناراحت احساس می کنند. بعضا تصفیه بلند، این جقی، از اشتها ماندن و این بیماری این گونه نشانه های خاصی خود را دارد. وقتی که بیمار بیسروزه میگویم و بسیار بی‌طاقت میشد بیمار، مثال اینجیق میشد، خوراکش هم سست میشد، با همین خیلی شکایت ها بلند تاس میکند، با همین خیلی شکایت ها والدین بیمار به طبیب عائلوی مراجعت میکنند و طبیب میبیند که همین یگان خیلی آرزه ها هست، حتما به دکتری گوش گلو و بینی مراجعت میکنند. در اینجا ما با این کودک اتو میکروسکوپی میگذاریم، اندوسکوپی میگذاریم، تجهیزات های نوترین در ما هست. اگر که ما با یگان شبهه داشته باشیم که اگر آرزه های درونی معاینگی هم پیدا شده باشد، بعد ام‌آر-تی مغز سر کرده و این کودک یاری خود را میرسانیم. البته هر یک بیماری پیامدهای خود را دارد. اگر سری وقت به طبیبان متخصصان این ساحه والدین مراجعت کنند، این بیماری به آرزه میگذرد وگرنه با آرزه ها انجام مییابد. آرزه هایی که از طرف بیماری گوش می باشند، یعنی این گزک شدیدی فسادناک گوش میانه می باشد. وقتی که سری وقت این بیماری رو اگر مراجعه نکنند، این بیماری به گزک مزمن فسادناک گوش میانه گذاشتنش ممکن. آرزه های این بیماری رفته رفته کودک شنواییش پس شدنش ممکن. وقتی که این بیماران سری وقت معالجه کنسرواتیو خود را نمیگیرند، با آرزه های درونی معاینگی پیدا شدنش ممکن. باز در کودک علامت های پس شنوایی هم پیدا شدنش ممکن. برای اون نفرانی که تست درد گلو می شود
بلکه تیز درد گوش میشوند. شما چی توصیه میکنید که از همون مثلا گیریم گیاه‌درمانی هم برای بسیار دردها دوا هست؟ برای پیشگیری این بیماری خصوصا در بین کودکان ما که طبیبان کودکان هستیم کودکان به پرسشی والدین بسیارتر آب خنک می نوشند. یکم سببش همین شدنش ممکن. از طرفی توصیه همین که بسیارتر ما به این بیماران توصیه میدیم که با همین بابونه رمشک میگوییم ما خواه و دردگلو باشد خواه نباشدم همچون پیشگیری این بیماری هر روز یک دو مرتبه گلو چقاندن همین گلو نوشن هم یکم خیلی ویش نیست با فوراتیلین هست رمشک هست شلفه کلندولا با همین های هم اگر گلوی چلاقانان همین بیماری درد گلو یا انگینه کم شدنش ممکن. سببی وقتی در ما یک کودکچه یک ساله همین در بستری شده است که با اوریزه گزک شدیدی گوش میانه اوریزه انتریتی شدید دنبال قفای گوش سببی پیدا شدن این بیماری از زکام سر می شود با رفتن آب بینی وقتی که همین آب بینی میرد و در وقتش معالجه نمی کنن همین چیز در قفای پرده گوش جمع شده و فساد مبادل شده یا پرده را شکاف کرده به بیرون میبیاد اگر پرده شکاف کرده نتواند اگر به قفای استخوان پیستان شکل میباشد به همون قفا میرد همین کودکان را ما اگر همین کودک با همین خیلی شکایت ها به بیمارخانه ما مراجعت کنند به طور تعجیلی ما بیماران را قبول میکنیم و بعد معاینه دکتری ماتوش کننده انستزیولوگ رنیماتولوگ معاینه کرده و طور تعجیلی به این بیماران یاری میرسانیم یعنی که جراحی انتراتمی گذرانده می شود. بسیارتر کودکانی که از همین سن 20 روزه هم می شوند که به همین بیماری دچار شدنشان ممکن. همه بیمارانی که با همین خیلی آریزه ها یا اینکه بیماری به شعبه ما بستری شدند به همه بیماری ها ما یاری خود را رسانیدگی همه اینها با صحت شوی جواب شدند. پیشگیری بهتر از طبابت گفتن در عرفیت راست است. هر یک والدین باید از سر احتیاط کار گیرند و از هوای سرد کودکان خویش را حفظ نمایند. پیشگیری همین بیماری وقتی که علامت های اولینی که سبب این بیماری ها شده میتواند اولا به طب اولیوی مراجعت کرده بعد اگر تشخیص انیق شد و بیمارخانه ما مراجعت میکنند ما در اینجا همه تشخیصات ها رو گذرانده بعد معالجه دوام میدیم. در دوران گذشته طبیبان بیشتر جراحی با دامک گلو را انجام میدادند که امروز علم طب اثبات کرده است که این گونه جراحی نیز سبب‌ها و عامل‌های خود را دارد. گرفتنی با دامک گلو در همان وقت کردن در کار که اگر بیمار کودک در طول یک چند سال بیمار باشد ما یک خیلی معالجه هست که بیتیلین پروفیلاکتیک و فیزیوتراپی میگوییم اوکولی بیتیلین هر سال 2 مرتبه میگیرن کودک ها اگر همین مابین 2-3 سال به همین معالجه های گذرانند همین با فایل همین معالجه ها رو گذرانیدن باز به همین گلو درد انگینه اگر شده ایستادن گیرن از طرف دکتران کاردیوریوماتولوگ توصیه داده شود که تا اگر همون انگینه نگیرند همین اوریزه هایی که از طرف دل و پای ها بغم ها هست نیست نمیشد بعد روزگی والدین گرفتنی با دامک گلو مصلحت میدیم. امروز البته بسیار به چشم میرسد در بین کودکان و نوجوانان بیماری گوشت اضافگی میگویند در بینیشون چی ضرر دارد چی عارضه دارد؟ با نزد ما والدین بیماران با کودکی خود بسیارتر مراجعت میکنند که کودک شب خوابش بی‌طاقت دهان گشوده خواب میکند خوراک میکشد بعضی بچه هایی که سالشان کلانتر یک 7 ساله 8 ساله میشن شب پیشاب کنی پیدا میشد بعد مراجعت کردن این بیماران به ما حتما معاینه خود را گذرانیده رنتگنوگرافی با هم دو پرویکسیون میگوییم ما همین معاینه میکنیم اندوستایکو ما هست اپارات کدی همش ما معاینه کرده میبریم بعد انیق کردن
ҳамун гӯшти изофагӣ дар бинӣ ваҳо чанд степен дорад. ҳам дараҷа мегӯем мо якум, дуюм, сеюм, чорум дараҷа. Якум, дуюм дараҷае ки мо муоина карда дидем, ба ин беморон мо муолиҷаи консервативӣ таъин мекунем. Агар муолиҷаи консервативӣ ба онҳо ёрдам кунаду хобашон ором шуда ҳамин шикоятҳои дар пеш истода агар кам шавад, ҳамин муолиҷа ва муоина давом медиҳем. Баъзе кӯдаконе ки бо ҳамин дараҷаи дуюм, сеюм, чорум дараҷа ба мо муроҷиат мекунанд, мо ба онҳо тавсияи ҷарроҳӣ медиҳем. ҳозир дар шӯъбаи мо бо ташхисотҳои навтарин ҷарроҳӣ мегузаронем, бо эндостойка, ҳамин ҷарроҳиҳое ки дар мо ҳаст, бо беҳискунии умумӣ гузаронда истодем, ки бениҳоят баъд аз ҷарроҳӣ шудан баъд беморон дар дуюм, сеюм шабонарӯз ҷавоб дода мешавад бе оризаҳо. баъди гирифтани аденоидҳо дар 1-2 шабонарӯз беҳтарӣ ҳис мекунад кӯдак. дар шӯъбаи гӯшу гулӯ ва бинии кӯдакона табибони соҳибтаҷриба, табибони дараҷаи олӣ, мутахассисони ҷавон баъди хатми донишгоҳи тиббӣ ба кӯдакону наврасон хидмати шоистаи тиббӣ мерасонанд. шӯъбаи мазкур тибқи қарори 600 фаъолият мебарад ва он барои пешрафти кори шӯъба, табибон, ободиву харидорӣ намудани таҷҳизотҳои тиббии муосир мусоидат мекунад. волидайн паи саломатии кӯдакони хеш бошанд. ҳангоми пайдо шудани ягон нишона ҳатман ба табибон яъне мутахассисони соҳа муроҷиат намоянд, зеро мегӯянд ки илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ аст. худ ва наздикони хешро эҳтиёт намоед ва ҳамеша саломату сарбаланд бошед.